در خدمت آقا مهدی هستیم، اومدیم نمایندگی تویوتا. نیشش باز شد مهدی اومد اینجا، حال میکنه به خدا. رفور جدید، ببخشید میون کلمت، بسیار ماشین قشنگیه، من خوشم میاد. من این ماشین CR-V مال ماست. آقا مهدی اومدیم که یه مقایسه سریع براتون بزنیم. اونم کاپوتش بسته است، میتونید نگاه کنید، اینجوری نشون بدید. اینم کمپانی تویوتا متاسفانه با مشکل خیلی بزرگی هم هست. درخواست رفور بیشتر از تولیده. متاسفانه کمپانی نمیرسه به خواسته مردم. ولی اینجا که این همه ریخته، چرا فکر می‌کنی؟ ببین این همه ریخته چند تاست مگه؟ 100 تا؟ کمتر، اینا نظر کمتر میاد. آره. ولی نه جدی میگم، این اصلا جدی مشکل خورده نه. خط تولید، سرعت خط تولیدشون از فروششون کمتر شده. حالا همیشه هر دفعه یه ماشین جدیدی میاد این داستان هست که شما تقاضا و عرضه‌اش با هم دیگه یکی نیست. مخصوصا یه ماشین خیلی خب، این ماشین بهترین فروش رو تو آمریکا الان چند ساله که داره. بعد از کمری، تویوتا رفور شماره 1 بین 300 تا 400 هزار تا ماشین در سال میفروشه. یعنی اصلا قابل چیز نیستش. خب وقتی این ماشینی همه های دیمنده، مدل جدیدش هم میاد، بعد تازه اولین باری که اومدن پلاگین هایبرید گذاشتن، این پشت ماشین واقعا قشنگه. من خیلی خوشم میاد. چراغای عقبش خیلی باحاله، دیزاینش اصلا خیلی باحال شده. من این ماشین هوندا CR-V رو لیسش کردم برای کارامون و این ور اون ور رفتن ها. هایبرید هم هست و خداییش بذارید از این شروع کنیم میریم سراغ ماشین رفت. مهدی تو که تو هوندا کار میکردی، نظر خالصانه چیه در مورد؟ ببینید من خودم، هر کسی از من سوال کرد که یه ماشین توی این سایز مید سایز میخوام، اول سوال کردم برای چند سال، 3 سال میخوای یا 10 سال؟ این واقعا متفاوت. برای طولانی مدت جز هوندا CR-V و تویوتا رفور پیشنهاد ندادم. یه سری ماشین های دیگه هم هست میتونه تو ردای بعدی قرار بگیره، مثل حالا میتسوبیشی، مثل مازدا، مثلا از این دست ماشینا. اما واقعا به بی‌دردسری و دوام عمر این دوتا نیست. کیفیتشون خداییش خوبه. هوندا هنوز اینقدری نزدیک به تویوتا واقعا، نه اینکه بخوام بگم فاصله نجومی دارن، نه، ولی هنوز تویوتا یه سر و گردن هم از نظر کیفیت هم از نظر حفظ ارزشش واقعا بالاتر است. خب حالا یه چیزی که خدمتتون بگم، رفور جدید قدرتش مقدار بیشتر از مخصوصا اونایی که پلاگین هایبرید هستش از هایبرید معمولی بیشتره. جالبی هوندا این هستش که یه موتور معمولی، یعنی توربو نره، و در کنار موتور معمولی اومدن و سیستم هایبرید رو استفاده کردن. یه ویدیو کامل دارم براتون میگیرم. بسیار دسترسی به دور و بر موتور راحت هستش. مثلا این کاورم که مثلا شما در میارید و به نظر من تکنولوژیش خیلی منحصر به فرد هستش. اینا در همینجا آمریکا به هر حال سر هم میشه. می‌بینید که کیفیت‌های مونتاژ به هر حال چجوریه. چسبایی که مهدی داشت روی بنزلی بهتون نشون میداد ولی این ماشین قابل مقایسه نیست، چون این ماشین $40,000 قیمتش هست. ببینید حالا جالبه که رفورهای جدید الان من و مهدی کشف کردیم که اونایی که پلاگین هایبرید از خود ژاپن مونتاژ میشه میاد، ولی اینایی که مثل این ماشین هستش اینا رو در کانادا گویا مونتاژ کردن. یه مقدار جاده است همونجوری که می‌بینید کمتره، یعنی محفظه موتور CR-V واسه موتورش تره. ببخشید اونا اون سیستم پشت کار کردن. قیمت این ماشین در هولوش $47,000. هوندا اگه اشتباه نکنم هولوش $40,000 بود. خب حالا جالبیش میخوام براتون بگم این هستش که رقیبا همیشه وقتی که با هم دیگه میخوان رقابت کنن، الان تویوتا اومده و قیمت بیس رفور رو پایینتر از قیمت بیس CR-V گذاشته که مشتری‌ها رو به سمت خودش بکشه. دیزاین فوق العاده زیبا، داخل ماشین به نظر من خیلی جالب شده، یه دوری بزنیم و قدرت یه مقداری بیشتر بتون. یعنی الان یکی بخواد بخره بین CR-V و رفور به نظر میاد که آپشناش بیشتره، ولی همونجوری که مهدی گفت پیدا کردن رفور الان سخت هستش و اصلا قیمتای خوبی به شما نمیدن. این ماشینو من قیمت بسیار خوبی همون موقعی که مهدی از اومد با ما شروع کرد کار کردن، ببینید خیلی ساده تره، به هر حال قدیمی تر هستش. الان داخل رفور هم به هم دیگه ببینیم، می‌بینید که اصلا نه واقعا یه سر و گردن رفته بالا. 2 تا اسکرین جداگونه گذاشته، یه اسکرین 12 اینچی داره، یه اسکرین واسه اینجاش هستش، خیلی اینجا شبیه به فوررانر هستش. دگمه‌ای که گذاشتم من خوشم میاد از داخل این ماشین. خداییش نه خداییش خیلی خوب شده، ولی داشتیم راجع به هایبرید صحبت می‌کردیم. من اونجا یادم رفت چی می‌خواستم بگم که من هایبرید معمولی رو بیشتر میپسندم تا پلاگین هایبرید. درسته، تا پلاگین هایبرید بیشتر. ببین چه صندلی چقدر اسپورتی، چند تا رنگ، بعد اینا همه مصنوعیه ولی یه چیز به نظر مثل آلکانترا داره، نمیدونم واینل کنارش. مقصر چیزا همه اینقدر گفتن تا چیز نداره. اینا حرف ویدیوهای شما رو نگاه کردن،
فضای پا اندازه کافی، حالا من نمیدونم چقدر. همیشه میگفتیم تویوتا گدای از چارجر اکسپور بیشتره فضای پا. اینم یه نمای کلی از این ماشین که میتونید ببینید. به نظر من خیلی جالبه. سقف بازشو داره. ماشین ما چون ماشین بیس هستش خب سقف بازشو نداره، ولی به نظر من میدونی رفور شخصیت اسپورتی داره. تو دو تا نسل گذشته یه مقدار این اسپورتی گم شده بود، الان دوباره اون کول بودن و اون حالت فان و جوانی بودن رو بهش برگردوندن. بریم اون یکی هم ببین. به نظر میاد که فضای کارگو عقب هاندا، ما باید این تکلیفامون رو انجام میدادیم، میخوندیم، حفظ میکردیم، برای شما ویدیو درست کردیم، ولی اینجا خیلی اتفاقی شد. به نظر میاد که بیشتر هستش. من قبلا برای شما گفتم که سی آر وی ها صندلی‌ها که بخوامونی فضا خیلی خوب میاد، ولی حالا میتونیم اینجا ببینیم باز فضای پای عقب. یه چیزی براتون بگم، این ماشین بسیار ماشین عالی، بدون دردسر، خانوادگی، و اگر که حالا مثلا اون یه ذره اضافه قدرت براتون مهم نیست و اون تشکیلات، سی آر وی الان حتی قیمت بهتری هم میتونید بگیرید. چرا؟ چون الان همه رفور میخوان و هاندا برای اینکه بخواد بفروشه، تویوتا اومده کلک زده، قیمت پسش آورده پایین‌تر. هاندا مجبور هستش که قیمت پایین‌تر بده، لیست یا فروش به مردم که هردو میخواد. این ماشین رو باورتون بشه بچه‌ها یا نه، بدون پول پیش تقریبا ماهی $400 لیسش هست. سالی فقط بیا ببر. سالی 15000 مایل هم میتونین باش رانندگی کنی. حالا نمیدونم آیا واقعا رفورم بشه یا نه. این عقب این حالا یه سری باکس بهتون میدن و باکس اینسولیتد میدن، مثلا بتونی یخ توش بذاری، خیلی جالبه. ببین اینا خیلی دست و دلوازیه واسه تویوتا، باورم نمیشه. یا قرآن تازه پاور تیل گیت داره که حالا تو اون بعضی نسخه های اون میگیرید، بعضی هم نمیگیرید. از اینا هم داره. الله اکبر. یه نکته بابت این تلگیت هوشمند بهتون بگم، خیلیا پای من اگه بگیری خیلیا پاشونو اینجوری حرکت میدن، درسته، در صورتی که باید مثلا یه قدم فاصله بگیری و مثل توپ فوتبال که اینجوری شوت می‌کنی، حتی کلید بعد تو جیبت باشه که باز بشه. کلید بعد تو جیب باشه. به این حالت باید پاتو بزنی که سنسور رو قطع بکنه و بیاد بالا. حالا یه چیز دیگه خدمتتون بگم، به نظر من اگه این ماشین می‌خوای بگیری باش اوبر کار کنی، برای خانوادگی هست، این تریمای قرتی پرتی اسپورت با این لاستیکای اینجوری و آفرودی رو نباید بگیرید. چرا؟ به خاطر اینکه مصرف ماشین رو کلا عوض میکنه. این همین تایرهای سنگین، رینگ‌های بزرگتر و وزن بیشتر ماشین، ببین مثلا باربند نمیدونم خفن داره، مگر اینکه واقعا براتون مهمه. بعدم این ماشین آفرودی، خط قرمز هم براتون گذاشتن نارنجی. و به نظر من اگه واقعا مصرف براتون مهم هست، باید از ساده ترین تریما شروع کنید و اونایی که لاستیک‌های معمولی آل سیزن داره، نه لاستیک‌های آفرود مثلا مثل این ماشین و باربند. خود باربند به مصرف بنزینتون رو کم میکنه. همون موتور متین. آره اصلا با رفور که آدم آفرود نمیره، لب دریا شاید درست. آفرود فقط 8 سیلندر. اینم حرفیست. و اینم یه نسخه پلاگین هایبرید. حالا قیمت این ماشین بهتون نشون میدم با این چیزای آفرودش. نه، $45,000. بعد ببینید همه اینا از کجا میان؟ از کانادا. ولی حالا این پلاگین هایبرید هستش. چرا؟ چون این در باک اینجا هستش که باز میشه و والا یه مقداری خرت و پرت بیشتر داره. این چیزش فرق می‌کنه. اینو دوست ندارم اصلا. ببین چقدر پر اصلا سخت دور اینجا کار کرده. نسبت به اون ماشین به اروپایی نزدیک. نه، به اروپایی نزدیک میشه. آشغال میریزه بعد که دردسر زیاد کنه. قیمت یا $8,000 $9,000 میپره بالا، $55,000. به همون که برای شما گفتم این ماشین تو خود ژاپن شده. حالا آیا واقعا ماشینی که تو ژاپن درست شده کیفیت فیت اند فینیش و مونتاژش فرق میکنه؟ فکر نکنم. چیزی که دقیقاً در سطح همون سی آر وی که ما گرفتیم، یعنی یکی از بیسیک ترین های سی آر وی مونتا پلاگین، چون سی آر وی یعنی یکی از بیسیک ترین سی آر وی ها مونتا هایبرید، سی آر وی غیر هایبرید هم هستش. این ماشین میشه در همون هولوش قیمتی فرض بفرمایید بالای $35,000. این ماشینای ورژن ال چیز هستش، رفور هستش که خب حالا همش رنگ نشده، برخلاف اونا که ببینید پایین سپرا رنگ شده، اینا پایین سپراش مشکی پلاستیک و اینا همینجوری هستش. این ماشین هولوش $36,000 در میاد، ولی قیمت بیسش رو نگاه کنید 31,900 تاست، در صورتی که تو هاندای سی آر وی اگه اشتباه نکنم قیمت بیسش از بالای 32,500 تا در میاد. پس این کار رو تویوتا کرده که مثلا در شماره ها و در کاغذ مردم ترغیب بشن که ای خب قیمت بیس این پایین‌تره. 4 میلیارد و 500. 4 میلیارد ایران چقدر میفروشن؟ 4 میلیارد و 500. حداقل نه بابا. ببینید مثلا چرم و فرمی نداره، بسیار ساده هستش، ولی خب همون اسکرین و همون همه چیزا رو میتونید ببینید. این دقیقاً همرده ماشینی که من گرفتم است. سقف بازشو هم نداره، ولی خب بیس پرایسش پایین‌تر هستش.
باز میگم بستگی به چویس آدما داره و اینکه شما چه ماشینی دوست داری، قیافه اینا. خب اینا تازه اومده، تخفیف هم بهتون نمیدم. من به شما قول میدم با اینکه این ماشین تقریبا هم قیمت ماشین CR-V هست که ما گرفتیم، اگه شما بخواد برید لیسش کنید، لیسش به خاطر اینکه همونش که مهدی گفت تقاضا براش الان بسیار زیاده، گرونتر خواهد در اومد. اصلا تو نمایندگی تویوتا میرید تحویلت نمیگیرن.